سرخط مهمترین خبرها: یک مهاجر تاجیک را در روسیه کشتند. سفارت خواست قتل امامعلی دولتوف عادلانه تحقیق شود. اعتراض وکیلان چهارشنبه: نوارها را متخصص زبان روسی سنجد، نه سیاست شناس. و یک باره پس شدن قرب روبل روسی در تاجیکستان. درود بیننده عزیز آزاده، من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در برنامه نوید بامدادی شما را همراهی خواهم کرد. سفارت تاجیکستان در مسکو از مقامات روسیه خواسته است قتل مهاجر تاجیک امامعلی دولتوف را عادلانه تحقیق کنند. مقامات میگویند این شهروند تاجیکستان 23 ینور در شهر سنت پترزبورگ بیرحمانه کشته شد. سفارت جهت مشخص کردن جزئیات حادثه مذکور به مقامات داخلدار کشور اقامت یادداشت رسمی ارسال نمود. آمده است در بیانیه‌ای که 24 ینور نشر شد. بنا به گزارش رسانه‌های روسیه، این شهروند 25 ساله تاجیکستان را شام یکشنبه در فرودگاه پولکوو سنت پترزبورگ کشتند. منابع در نهادهای حفظ حقوق 24 ینور به خبرگزاری تاس گفتند حمله‌وران گردن و قفس سینه و پشت سر او را بریدند. نظر میرزاده، رهبر جمعیت تاجیکان سامانیان در سنت پترزبورگ، روز 24 ینور به رادیوی آزادی گفت مهاجر کشته شده تاجیک دولتوف امامعلی محمد ظریفوویچ از شهر وحدت بوده است. میرزاده میگوید طبق اطلاعی که آنها گرفتند، جوان تاجیک 3 مسافر روس را با تاکسی خود به فرودگاه پولکوو برده در نتیجه جنجال بر سر راهگیرها کشته شد. خبرگزاری تاس نوشت این شهروند تاجیکستان از ماه دکمبر سال 2021 با پتن در روسیه کار میکرد. وکیلان مدافع از دعوت شدن کارشناسان و سیاستشناسان برای بها دادن به نوارهای چهارشنبه رزمکار دستگیر شده محاربه‌های آمیخته در تاجیکستان ناراضگی کردند. آنها طلب دارند که برای تشخیص نوارهای چهارشنبه روانشناسان و متخصصان زبان روسی دعوت کرده شوند. ائتلاف ضد شکنجه و بجزایی که از حقوق ورزشکار حمایت میکند 24 ینور با نشر اطلاعیه گفت گذراندن این تشخیص بر عهده متخصصان و کارشناسان مرکز جمهوری اکسپرتیز دادگاهی و کریمینالیستی، مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت و کمیته زبان و اصطلاحات واگذار شد. وکیلان مدافع از بالای تشخیص ناراضگی بیان کردند، از جمله جلب تشخیصگر و سیاستشناس از مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان. وکیلان گفتند معین کردن معنا، شکل و هدف اظهار نظر تنها وظیفه زبانشناسان و روانشناسان است. در اساس همین وکیلان مدافع طلب کردند که روانشناس و متخصص زبان روسی جلب شود. آمده است در خبرنامه ائتلاف ضد شکنجه. مقامات به این ناراضگی وکیلان دفاع هنوز واکنش نکردند. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میخواهند خطهای بلند شدت برق را برچیده آنها را بر ناقل‌های زیرزمینی عوض کنند. این کار با دستور شهردار دوشنبه رستم امامعلی صورت میگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش برات یوسفی و اسکندر فیروز. شهردار دوشنبه رستم امامعلی دستور داده است با استفاده از مبلغ‌های سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی همه خطهای بلند شدت برق را با ناقل‌های زیرزمینی عوض کنند. با اعتقاد او خطهای هوایی انتقال برق خاص شهرهای بزرگ نیست و باعث سرباری شدت نیروی برق و صدمه ها می شود. نمایندگان شبکه‌های تقسیمات برق نیز میگویند نوسازی این خطهای برق به یک ضرورت تبدیل یافته است. اساساً برای انتقال و تامینات مشتریان شهر دوشنبه مخصوصاً با توسط خطهای برقی هوایی 046 در کیلووات که در شهر دوشنبه شماره اونا با درازی 1225 کیلومتر تشکیل میدهند. توسط این خطها مشتریان برق با برق تامینند. باید قید کرد که خطهای برقی هوایی که در استفاده قرار دارند سالهای طولانی در استفاده قرار دارند و فرسوده شده به طلبگاه و به استتیکای شهرداری جوابگو نیستند. خطهای برق شهر دوشنبه روی حدود 26,000 دانه سیمچوب یا پایه‌ها قرار دارند. اکثر کلی این ستون پایه‌ها فرسوده تعداد در حالت صدمه‌ای قرار دارند و برای ساکنان خطر ایجاد می‌کنند. امکان وجود دارد زمستان برای زمینکی نزدیک به خطرتر. حالت سیمچوب و خطهای برق مخصوصاً در محله‌های اهالی‌نشین حولی‌ها خیلی نگران کننده است. آن از یک سو به جان ساکنان خطر داشته باشد، از سوی دیگر سیمای شهر را خللدار می‌کند.
аммо суол ин аст ки мақомот хоҳанд тавонист ин миқдор хати барқро ба зери замин кӯчонанд. чун мо шаҳр месозем бояд талаботҳои имрӯзаи шаҳрдориро riоя кунем. ин иқдоми хуб аст ва чӣ тавре ки гуфтем албатта маблағи ҳам зиёдро талаб мекунад ва муҳлат ҳам дар кор аст. бубинед агар дар як нигоҳ мо фикр кунем ки ин муҳлати хеле тӯлониро мегирад, баръакс имкониятҳое ки имрӯз ҳукумати шаҳр дорад зер сохторҳои ҳукумати шаҳр ки вобаста ба барқ таъмин кардани мардум, дар дигар ҳолатҳои садамавӣ масалан ислоҳ кардан ва ё кашидани хатҳои барқ ба мавқеъҳои аҳолинишин имрӯз кормандони зиёдеро дорад. رئیسان شهر اسفره تاجیکستان و بادکنی قرقیزستان روز 23 ینور در اطراف دهه آقسای دیدار کردند. ملاقات آنها بعد آن صورت گرفت که روز 20 ینور شهروندان قرقیزستان به سوی یک ماشین بارکش ساکن تاجیکستان سنگ پرتافتند. در این حادثه به گفته مقامات تاجیک ماشین نصرالله بیگ اسلموف و خودی او آسیب دیدند. جانب قرقیزستان گفت حادثه را تحقیق دارند ولی آسیب دیدن راننده درست نیست. زبیدالله شامادوف سخنگوی رئیس اسفره روز 24 ینور گفت در ملاقات اساساً موضوع سنگباران شدن ماشین کم است و ساختمان بناهای غیرقانونی در دهه‌های مرزی بررسی شد. رسانه قرقیزی ترمش میگوید در ملاقات پیشگیری از عملهای اغواانگیزانه، برقراری دوستی میان دو خلق و راه اندازی کارهای فهماندهی بین اهالی دهه‌های نزد مرزی نیز محاکمه شد. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. مقامات تاجیکستان میگویند روز گذشته 31 مورد نو گرفتاری به کووید 19 را ثبت کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از روز 21 ینور آمار نو بیماران مبتلا به کووید 19 را نشر میکند. هرچند 10 روز پیش رادیوی آزادی به سندهای تشخیصی دست یافته بود که سرایت یافتن حداقل 4 نفر را به کرونا ویروس نشان میداد. در 4 روز گذشته طبق اطلاع مقامات 116 بیمار نو ثبت شده است. مقامات شمار عمومی گرفتار شدگان به کووید 19 در تاجیکستان را 17211 نفر و تعداد فوتیدگان را 124 نفر میگویند، ولی متخصصان با اشاره به شکایت‌های زیاد و افزایش مرگ و میر در 2 سال گذشته میگویند تعداد گرفتاران و فوتیدگان از کووید 19 در تاجیکستان بیشتر از آمار رسمی است. برخی رسانه‌ها از احتمال ملاقات نوبتی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با رهبران گروه طالبان خبر دادند. شبکه تلویزیونی افغانستان اینترنشنال از قبل منابعش نوشت احمد مسعود و امرالله صالح سابق معاون پرزیدنت افغانستان در شهر مسکو با ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و ملا برادر معاون نخست وزیر حکومت طالبان دیدار میکنند. این دومین ملاقات احمد مسعود با رهبران طالبان از زمان به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان است. پیش از این مسعود خردی با امیرخان متقی سرپرست وزارت کارهای خارجه طالبان در تهران ملاقات داشت. جبهه مقاومت تاکنون رسما درباره این ملاقات خبر نداده است. جانب طالبان نیز خبر ملاقات مسعود و رهبران این گروه را نه تصدیق و نه رد کرده است. وزارت کارهای خارجه روسیه خبر ورود نمایندگان طالبان و جبهه مقاومت به مسکو را رد کرده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 ینور را فرا میگیرد. низоми ганҷавӣ шоире ки мегӯянд яке аз беҳтарин офарандаҳои достони ишқии лайливу маҷнун аст, 9 аср пеш зистааст. шоиру мутафаккири форсу тоҷик ва зодаи шаҳри ганҷе имрӯз ифтихори адабиёти классикии озарбойҷониҳо ҳам ба шумор меравад. то имрӯз девони ашъор ва достонҳои хамсаи иборат аз 5 асараш мағзануласрор, хусраву ширин, лайливу маҷнун, ҳафтпайкар ва искандарномааш расиданд ки аз намунаҳои беҳтарини равияи тасаввуф дар адабиёт ба шумор мераванд. мақомот дар тоҷикистон январи соли 2017 гуфтанд дар ин наздики 2000 масҷидро бастанд ва далели ин тасмим ба гуфтаашон шикояти сокинони маҳалҳои атрофи ин муассисаҳо будааст. вале ҳомиёни озодии виҷдон гуфтанд дар асл ин тасмими худи мақомот буда ҳадафаш маҳдуд кардани шумори муассисаҳои динӣ ва ибодатгоҳҳои бо ташаббуси мардум сохта шуда мебошад. созмонҳои ҳомии озодии виҷдон тоҷикистонро барои то рафт маҳдуд кардани ҳуқуқи намозгузорони мусалмон ва бархи дигар гурӯҳҳои динӣ танқид мекунанд.
در تاجیکستان انداز ارزش اضافه شده در ساحه ساختمان بالا برده شد. اگر تا پایان سال 2018 این انداز 5% بود، بعد ینوری سال 2019 تا 18% افزایش یافت و به طور مستقیم به نرخ منزل و خانه‌های نو تاثیرگذار شد. دسترسی به زمین و خانه و صفت بد بناهای نوبنیاد یکی از مشکلات داغ تاجیکستان در سالهای استقلالیت شد، چون افزایش اهالی در کشور کم زمین احتیاج به سرپناه را پرشدت می‌کند. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه یک باره پست شده، ارزش دلار باشد به تغییر است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 143 سامان و 60 درم عوض می‌کنند. دیروز قرب 1000 روبل به 147 سامان برابر بود. 100 دلار آمریکایی باشد همچنان به 1130 سامان برابر است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. تشکر که با ما هستید. برایتان روز با قرار آرزو داریم.